ما مرده تاجیک 50,000 میخریم. مرده ما با اینا فایده، جسد بیجان ما در این کشور فایده میبیاره. باور کنید اگر خواهیم که جسد گیریم، همون جسد همون مرده ما را دست و پاچش و گوش و بینیش بریده بعد به ما میتین تا اینکه ما پول ندیم. به خدا قسم در یک مرگ، در همین مرگ 51 اسماعیلوه یک مرده ما را همین کار کردن. همینا من همین فدراسیون میگرانت و پیگرانت و همینا کجا هستن؟ این مشکلی ها را نمیبینن، گپ نمیزنن. بعد میبینن چی یک معرکه انجام میتینه، یا 4 تا بزمک دیگر چی گل و گل چنبر میتین. گویا اینکه امیر خسرو می نویسد که اکا چی با شما در فیرمای فدراسیون میگرانتوف نیسته؟ شما در توفه ندادن. ایقا گپ بزنید. نمیدونم برادر عزیز، فدراسیون میگرانتوف فیرما نیست. فدراسیون میگرانتوف یک تشکیلات است. یک تشکیلات است که گویا اینکه برای حل مسائل مهاجرت کوشش میکند، ولی ما راست گپ میدونید این تشکیلاتی است که مقامات دولتی ایرا تشکیل کردن و ما نیاز به این فدراسیون میگرانتوف نداریم. من باری امروز گپ ندیدم که اینا برای خوبی مردم کار کرده باشن. بنابراین همین من با اینا رفت و آمد ندارم و نیاز به تحفه های اینا ندارم. من در خدمت مردمم، من برای خدا خدمت میکنم. اگر همین یک کاری که ما انجام میتیم، یک کاری کوچکی که ما انجام میتیم، اگر در اجرا موفق باشیم، یعنی اگر تونستیم یک کس کمتر کمک کردیم، ما موفقیم. من خودم موفق حساب میکنم و من توفه از جانب خداوند انتظارم، نه از جانب کدام فدراسیون میگرانتوف. نه، من اصلا ارزش نمیبینم که برم و احتیاج و محتاج به کدام فدراسیون میگرانت باشم یا کدام تشکیلات دیگر. نه، تشکیلات ما مرکز تاجیکان مربوط به یگان مرکز، به یگان حکومت، نه اصلا به یگان کس مربوط نیست. ما محتاج هیچ در و درگاهی نیستیم عزیزان و نیاز نه به فدراسیون میگرانتوف و نه به یگان تشکیلات دیگر نداریم. اصلا نیاز نداریم و ما افتنام کار میکنیم. اگر تونستیم کمک میکنیم، نتونستیم مصلحت میتیم. خب ولی هیچ وقت از هیچ کس دست کمک نمیپرسیم عزیزان، نه از فدراسیون میگرانتوف که تا حال ندیدیم که به کسی کمک کرده باشند و یک تشکیلات های فیکی هستن. راستی گپ گویا اینکه این حکومت نمیدونم برای خوبی در خوبی مهاجرا هست. شما میبینید مثلا این چی بدبختی های بالای سر مهاجرت میارن. حتی مرده های ما، مرده تاجیک در مارگای اینا فایده میبرن. همین فدراسیون میگرانتوف همینا کجا هستن که مثلا یک بار بیان؟ این یک تشکیلات دولتی است. این تشکیلات دولتی است، از جانب دولت چی میشد؟ فینانسیر میشد و هر چیزی که از جانب دولت فینانسیر میشد شما بدونید که خب دیگه در چه حالت است. همینا نمیتونن بیان بگن که خب حکومت بیاید همین جسداشون حداقل بی پول تیم. نه، نمیتیم. ما پول نداشتیم، مبلغ نداشتیم. وقتی میخواستیم مرده را بگیریم، همه مارگوی روسیه، همه مارگوی مسکو در زیر کنترل بندیتو هستند. یعنی بندیتوی واقعی، نمیدونم ورزکانا اونا هستند. وقتی میخواستیم مرده را گیریم و جنگ جنجال کردیم که پول نداریم، برای ما گفتن که تگدا ما ازورودیم وаше тело یعنی بدن مرده ما را و مرده ما را لوچ دادن، لوچ مادرزاد. من خودم مرگ در آمده از ما بین هنمون مرده ها مرده تاجیک یافتم، گرفتم، برو بردم و دیدم که واقعا مرده را شکاف کردگن، مرده را زدگن و خط کشیدگن با لزوه و دیگر. چرا که ما مبلغی که اونا گفتن ندادیم. نمیدونم 27,000 از ما خواستن ولی ما از 8,000 زیاد پول نداشتیم. همون روز مرده زیاد بود، ما پول نداشتیم. من مرده را در زمستان لوچ از مرگ برو بردم. یک جوانی حدودا 35 ساله بود، خب 3 تا فرزند داشت،
کشته بودند در 15ام اتاژ استرویکا بچهای پروامایسک که ما از مرده را گفتیم 2 هفته پس در مورگ پیدا کردیم. بعد مرده را ما گرفتیم و تویر روی کردیم، برادرای تویر گرفتن مرده را جنازه کردن و گور کردن. این خیلی حالت ها داریم. همینا من همین فدراسیون میگرانت و پیگرانت و همینا کجا هستن؟ این مشکلی ها را نمیبینن، گپ نمیزنن. بعد میبینن چی یک معرکه انجام میتینه، یا 4 تا بزمک دیگر را چی گل و گلچنبر میتین، گویا اینکه اونا یگان کار کنی همونا. ما 7-8 مرده داریم، جنازه داریم، هزارها نفر در بندیسوها داریم، در ملیسه خانه ها داریم. در ملیسه خانه ها هر روز 7-8 بچه ما را محکم میکنن، 3-4 روزی بند میکنن، با اون که تمام دکومنت ها را دارن. همینا کجا هستن؟ همینا کسایی که دیگریش گل میتین، گل چنبر میتین کجا هستن؟